در نیم جزیره کریم اوکراین رهبران جماعت تاتارها ابراز داشتند آنها آوازدهی وکیلان روبامسکو مجلس این منطقه را که به طرفداری از همایش کریم با روسیه آواز داده اند اعتراف نمی کنند. رفعت چوبرف پیشوای تاتارهای کریم می گوید آنها نتیجه نظرخواهی 16 مارس را که در آن همایش کریم با روسیه مطرح شده است نخواهند پذیرفت. حکومت نو اوکراین هم گفته است که قرارهای مقامات روبامسکو کریم را اعتراف نمی کند. در مکدونیا رئیس مجلس قانونگذار این کشور ترایکو ویلیانوفسکی اظهار نمود که انتخابات پیشکی پارلمانتی 27 اپریل سال روان دایر خواهد شد. قبل از آن وکیلان مردمی مکدونیا یا خود مقدونیه موافقت کردند که انتخابات پارلمانتی 1 سال پیش از مهلت همزمان با دور دوم انتخابات پرزیدنتی این کشور برپا شود. قرار انتخابات پیشکی از آن سبب قبول شد که ائتلاف حاکمی عبارت از نمایندگان قوم‌های گوناگون نتوانست در انتخابات پرزیدنتی نامزد یگانه خود را پیشبری کند. دادگاه کانستیتوسیونی روسیه در شهر سنت پتربورگ قانون بحث برانگیزی را که بر پایه آن هر سازمان غیر دولتی از خارج کمک گیرنده باید همچون اگنت خارجی ثبت نام شود مورد تفتیش قرار داده است. حامیان حقوق میگویند این قانون مخالف سرقانون روسیه است و هدف از قبول آن ضعیف نمودن احزاب مخالفین میباشد. حامیان حقوق این قانون را برای محاکمه به دادگاه حقوق بشر اروپا هم پیشکش کردند. در قزاقستان یک عده مالکان منزل که با اخراج از خانه‌هایشان روبرو شده‌اند در شهر آستانه گردهمایی اعتراضی تشکیل کردند. آنها طلب دارند دادگاه قراری را که به صاحبان نو امکان اشغال خانه‌های آنها را فراهم می‌آورد بازبینی نماید. در اردوگاه بجید کندله کردستان عراق واقع در 5 کیلومتری مرز عراق و سوریه تخمیناً 700 پناهنده از سوریه مستقر شده‌اند. سازمان ملل متحد این اردوگاه را همچون نقطه ترانزیت تشکیل کرده است. پناهندگان مدتی را در این اردوگاه سپری نموده بعد به اردوگاه‌های بزرگتر انتقال می‌یابند. اصلاً در کردستان عراق نزدیک به 200,000 پناهنده از سوریه به سر می‌برند.